واقعا همون قدری که علاقمندانی مثل شما هم شهر دارن کار میکنن و هستن و انشاءالله که عمر طولانی داشته باشین خودش حالا بازم صحبت ما در مورد شهر شما یکی از جاهای شهری خاصی که همین تحالی قدیمی خودش باقی نیست. خیلی از شهرها متاسفانه این کوچ به همه جا و تهران و جاهای دیگه باعث شده از اهالی قدیمی خالی بشه از سکنه و یک گروه‌های جدیدی بیان و این مهاجرین شاید علاقمندی به اون فضاهای شهری نداشته باشه. یه آقایی رو امروز مچشو گرفتیم آوردیمش اینجا، خودشون هم نمیدونن منظور این جناب سرهنگ نامداری یه کاری کرده تو تفرش که ما میخوایم حداقلش بگیم که دستتون درد نکنه و از این به بعد هم با تشویق مردم رو به قول معروف یه کاری بکنیم که رو بیارن به کارهای مثبت، چیزی که ماندگاره و تو شهر موندنیم که ما از زیباییاش لذت داریم خیلی تشکر اندیشه و عمل یکایک افراد جامعه است. اقدام شما در ساخت هنرمندانه وارد مسئولیت نفره ششم از نظر کارشناسی یکایک هنرمندان است. بدین وسیله از اقدام شما جناب عالی و توجه و احترام کلاس فرهنگی و ایجاد هویت همانند خصوصیات معماری بومی باشد که این توجه و دلسوزی راهگشا و انگیزه برای اقدام در ساخت شب تلاش. من فقط یه خواهش دارم، حالا که آقایون شورای شهر